امشب به قصه کی بود؟ سلام علیکم منده نباشیم خاله. و علیکم. های بارک الله شما خونی جد و بد شما آباد باشه. شری نانه چه کاره؟ شما من بشناختیم. اشته نمیشنم صدا تو شناسن تو نمیشناسم. خب خیر بینیم. تمام منطقه کرد تو کی نمیشناسن نانه تو زنده باش سلامت باشین خیلی شفافه صدا منیه. گیلک نی. بله یا او خلاص دیگه. خاله جان سعی کنیم کجا مامان نوروز؟ ما چون با درس شد نمیفهم کجا را سرزمین ها رفت. سرزمین های ما پیدا میکنیم. خاله جان شما همی عروسی دختر خود بگیرید که شما خجالت نمیکشیم. شما اصلا همسایه دارید به جا میاریم. شما موزه فکر نمیکنید که ما هم به می غله آدمیم. ما من نفوس می غله ایم. ما من اینجا خرچ خوریم. ما اگوشنگی موشا خونیم و دومیرو میره. ما برد یک لقمه چربی برد یک لقمه نون پلاوی از این کوچه به زی کوچه از این کوچه به زی کوچه میدم این که چی بگی؟ نه تو از ما گیله نکو. اصلا من چه اختیار داری به می مجلس دختر خون به بخکل نداشتم. هم بگی بم دست پیاری بود. هر کس خبر کرد پیاری خبر کرد. پیاری خاله جان خجالت کشی. اصلا من هیچی بعد می خورزاده مال که خبر میکردیم شما از می خجالت میکشیدیم. درسته؟ من تو گپ زدم نه خول مقال به سر مبری نخت تکشی به سر چی مرتکه گذار ظلم میکنی. تکو پشت در بگو خاله جان بگو من بدم نظر شما نمودم بگو. من بدم نظر شما خاله جان. بیامیدی به چی میفهمیدم. نه من خود اول بگفتم که به دست خود مامان نوروزه. از او گیله کو اگر دیدی. کات کوچی جان او برسه اینا بگو ما رو بگو ما چری خبر بگو ما باید خبر میکنی بگو. من خبر میکردی. نه من چی میفهمم. گفتم اول نه کار به دستم مامان نوروز. من چیکار کنم؟ بگو حالا مامان نوروز کجا که ما بریم شکایت کنیم. مامان نوروز به کجا که ما شکایت کنیم؟ بدر شدم برفتم من چون خبر ندارم. خاله جان سعی کنیم اگه به تار موی سفید شما نباشه. خب به یک تار موی سفید شما نباشه همال مستقیم من میرم از دست شما شکایت میکنم. هدا شرف خور میکنیم ما. حق داری نه واقعا حق داری. واقعا حق داری. او تو یاد داری که بگین گیلک برو ما چون با ما او بیار از سر چاپنپه. ما چون کاکا تو من کاکا میگم شما میگیم مامان نوروزه کاکا بگو. بگین کاکا تو ما چون خرمن علت میکنه دیگه این کارا نکنیم. اگه عروسی میکنه اول ما رو بگیم. درسته؟ بخوام چی ما هر جا دیدی از او گله کو بگو تو من کو خبر میکردی. زنده باشین. بگو ماما جان بگو خاله جان خداحافظ. خاله جان خداحافظ تو نانه جون. سلام علیکم مامان عزیزتونه چی هستیم خیلی سلامته مامان نوروز بله یک گله از شما دارم. با چی گله؟ گله امینه که پلو عروسی رو بخوردیم یک همسایه از امیدی خبر نکردیم. شما دائم امیت یک که خوریم. حق نبود که حداقل هم مر به عروسی دختر خو خبر میکردیم. هم ما و شما که همسایه ایم. سال به 12 ما بگو بشنو جواب جیغ همه چیز ما و شما خودی همیم. چیزی بدی چیزی بستو حق همسایه پیش همیم. گفات خلاص شدم جانو اول که برسی دختر آدم هیچ اختیاراتی نداره. اختیاراتی نداره؟ هر وقت عروسی رو چی خوبه کردم تو پلان نکن. شما یعنی به عروسی دختر خو اختیار نداره؟ نه چی اختیار دارم؟ هیچ کی خبر نکرده. طرف بودم که پرینی بود بودم 500 نفر خبیر از طرف نبوده. 500 نفر؟ بله 500 نفر از طرف شما خبری بود من نبودم. خود چکار میکنم؟ میشم بسته همسایه هم خبر میکنم. های مامان نوروز های من دیگه به شما هیچ چی نمیگم. میگم های 500 نفر خبر بوده یک نفر هم رمضان 501 نفر. شما که اتالار بیری نمیکردم. کاکا جو ایت اگه باشه که هر همسایه دست من گله کن به درد من نمیخوره پیار خوب بگردم. حالا که عروسی رو بخوردین که به درد شما هم بخوره فایده نداره مامان خیره باشه. باز هر چند همسایه هم از من گله منده بیا گر. من دیگه 500 نفر خبر کردین من خبر نکردین گله نکنم. خوب شد که خود شما بگفتین. این عجب والا.
سلام علیکم مونده نباشیم. یار جان جان مردانگی میره همه. چرا کوکو چره میره همه. چرا که چره؟ ها ما و از این ملیم. اینه ما و سروادی با ملیم. نه خدا نکنه چه ملی باشه. ای برستا شو. میگم بگو آدم باید خجالت کشه. چرا خجالت خجالت ما نوروزه میتونه. چرا من خبر نکردیم عروسی خو. این خبر نکردیم. کوکو اختیار خود دارم ایستا اختیار خود داره. من البا ملی اونجا. اختیار خود دارم پیار خود همسایه دارم پچیشون ننیمه چی؟ کوکو جو چی رقمه های شما ما به شما میگم ما نوروزه های اگه میفهمی های نه چی خاطر ای واسه تو به عروسی خبر نکردم بله یا. تو دیونه دیونه نانه شما و نفتا کنه ویری شما هم تو نه دیونه خبر میکرد از همه جو اصلا من دیونه دگره توشیار یا دینی همین که معلومه که نفتا چپ کنیم کنه ماما. بی تو همه جو چیز چپ کنیم. دیونه پیش اندوگا گبزه توشیار یا دیونه اوشیا خو اصلا فکر کنیم به دیونه کوشیاریه هم بسته نفتا کنه بی صرف تو 12 دیونه رو مالی بخونده چی خونده؟ صرف 12 تا میخوندی این چی رقم که همسایه ازم درست سال یک سال به من گله میکن که تو عروسی دختر خوبه که ما خبر نکردی کوکو جان همال ما میره من دست شما به بوریس ولی شکایت میکنم سیکو گلک بلد گپ سیکو که من چی میگم بگم چی میگه اول کم اختیارات نداشتم هر وقت عروسی و چی خوب کردم تو رو پلو میدم کوکو عروسی دخترم چی اختیارات داشت چند نفر خبری دیشتی که بازم آفرین که همون به من اجازه دادن گفتم 500 نفر خبر کن 500 نفر بله. حتما البته من لنگ مرغ بدون تو دیوانه رم تو به ایران بتونم تو یک ساعت میگی میشنه برو کوکو برات کار خون سله کل با ما نوروز سیکو بله مبارک عروسیت مبارک عروسیت مبارک با پدر و کزی تا این وقت تو خوشحال همی تکتر خوندن میکنی چی گپای اشکم گوشتی خوندن میکنم کدی وقت تو سر بودی تو دهنم بند باشه عمرم خلاص شده سیر نبودم میگم کجی یک چیز دیگه ما به تو بگم همین مامان نوروز تو سکو با غم و درد از این ما با درد بخوردیم راست میگی. امروز که عروسی دختری بود هیچ کدوم به این غلط خبر نکرده در دهنم بند باشه مر خیالی ای بودی که چلوی نکرد حالا آقا ما تو چیکار کنیم بریم از این گله نکنی با ما باشه بریم هرچی بکنیم اون کش بکنیم به محکمه و دادگاه اگه کاکشیدش به دم سرام آمد ما نه نگفتیم اگه خرملت کنیدش به دم سرام آمد ما نه نگفتیم هر کاری که به این جگاه دیش تگ ما به خدمت میدیم امروز که باز عروسی دختری بود دستان ما رو آگاه نکرد که من زنی 24 ساعت میاد به در سرام و 3 جفت اشلمه بغل بدیم به چوغا شغل بدیم به چوم نمک بدیم چی بدیم حالی با عروسی دختری شد نگو باشه میم سایه‌مون به غم و درد ما خودم حالی باشه خبر کنی مردم قدیم گفته اگه نون خوری که نخوری مگر از بعد خر خورم یک بار کنی بفهمیدی و حالی امیر رقم کرده حالی که نون یک خورد اگه از بعد مگر خر خورم یک بار کنه بیا که بریم دم سرا از ما یک گلی دارم بالا که چنگا بریم مامان روز از سرخ بالا کنیم بزنیم به تعجب بریم نه به تعجب هم نمیزنیم از او گله میکنی بیا که بریم من که برو خودی و جنجال تو بکن بیا بریم بیا من بدم خرمال بیامد میگون یک با خرمال لنچو هیچ همسایه داری که دیر نمونده نه بابای شرایی آره علی مامان نورو واسیم بریم به در سرا شما خیریت بود واسیم بریم جنجال کنیم این دار شرف خور بخوریم مامان نورو چی جنجال جنجال اگه که شما عروسی دختر شما بود یعنی خیلی رو داریم مال تحریم و سی میکنیم ما به عروسی هم خبر نکردیم تو چپ کو کجیر قول مقال نکو ماما نورو بله کجا بودیم به سرا بود چرا خیر غم نداره ما با قصه دیگه ابنیم همه در ما برای شما میگم ماما نوروز های ایکو یک خب دیو مونده از این ما از شما گله هم دارم خود چی گله بگو گله از می دارم که شما به می هر رای که ما گفتیم بریم ما نه نگفتیم خب. عروسی دختر خوری یک کبو خوردیم همون زر نگفتیم که باشه همین نورالله همین کجیر یک کدوم بینا خبر کنم که بیایم به این مجلس دختر ما باشم برو رمه بله. سیکو بگیم که ایات شما نره خیلی تو گب نازه خود یک و جب قطع خوب بقیده که من خود از دیادن گب دیگه میزنم برای خر رنگ ما بیایی خود دادیم نورالله سیکو اول که من اختیارات به عروسی دختر ندارم خود تو میفهمی که عروسی دختر هیچ کس اختیارات نداره چند تا خبری داشتی نه چند تا خبری داشتی صبر کن من گپ بزنم هر وقت که عروسی بچه خوربه کردم این گلاشون رد و چیشون به خیر سوی یکی یک. کنه عروسی به چه بازم خور کنی آفرین بابا که به من اجازه دادگو 500 نفر خبر خب ما 501 502 تا 500 تا ما اله اضافه میشدیم آیا ما همون مجلس از این مکمل هم میشه که نمی‌خوردیم. بسته همین قلم خبر میکردم نه اجازه 2000 نفر به شما پامیداد دیگه 500 نفر
امال خیرات میبی 500 بابا نفر فرینیو خونه پیاری آبا خیر بینی دقیق اما او همی بده خدا کم بودیم به عروسی راست میگه بابا جان اشتنه کم هرچی همسایه داره حتما گله من ده عروسی دخترمه بابا یلا کنه ردمه مامان روز متل قدیم گفته کسی که طمع داری گله داری مال از شما گله دارم طمع داری ها بیا بریم همین دیگه شما برای 10 جفت اشلما آمدی منی بریم یلا کو راد از دیونا میگه که خودی از بگی دقیق ما و شما بیا یلا کو بیا آن دیگه جواب تور بداد دیگه بیا